این روایت داستان حفیظ الله امین است، مردی که در زمان کوتاه به بالاترین نقطه قدرت رسید، اما سقوطش نه تنها خودش بلکه کل کشور را وارد مسیری کرد که اثراتش هنوز هم ادامه دارد. حفیظ الله امین در سال 1929 میلادی در قریه قاضی خیل پغمان به دنیا آمد. پدرش حبیب الله در دوران نخست وزیری هاشم خان وظیفه زندانبانی توقیفخانه کابل را بر عهده داشت. حفیظ الله امین برخلاف بسیاری از سیاستمداران سنتی افغانستان تحصیلات مدرن داشت. امین تحصیلات ابتدایی خود را در پغمان فرا گرفت و برای ادامه تحصیلات به کابل رفت و تحصیلات عالی را در دارالمعلمین کابل سپری کرد و پس از به دست آوردن لیسانس از دانشگاه علوم کابل به شغل معلمی روی آورد. او بر اثر لیاقتی که از خود نشان داد خیلی زود سیر پیشرفت اداری را طی کرد و به عنوان مدیر لیسه شبانه روزی ابن سینا انتخاب شد و سپس برای ادامه تحصیل به ایالات متحده رفت و در دانشگاه کلمبیا آموزش دید و در همین دانشگاه بود که نگاه او به جهان تغییر کرد. امین در ایالات متحده با جنبش‌های چپگرای رادیکال آشنا شد و شدیداً تحت تأثیر مارکسیسم و انقلاب‌های خشن روسیه و چین قرار گرفت. او به این نتیجه رسید که تغییر فقط با زور ممکن است، نه با اصلاح تدریجی. وقتی به افغانستان برگشت ابتدا معلم و مدیر آموزشی بود، اما خیلی زود وارد سیاست شد و به حزب دموکراتیک خلق افغانستان پیوست، حزبی که در میان روشنفکران شهری و بخشی از افسران ارتش نفوذ داشت. این حزب از همان ابتدا دچار شکاف بود، جناح خلق و جناح پرچم. امین به جناح خلق تعلق داشت، جناحی رادیکالتر، خشنتر و معتقد به اجرای سریع و بی ملاحظه اصلاحات، و او یکی از مبلغان پرشور آن و از مخالفان سرسخت ببرک و جناح پرچم گردید. و به خاطر لیاقتی که امین در این راه از خود نشان داد، در سال 1352 خورشیدی از طرف جناح خلق مأموریت کار سازمانی را در ارتش به عهده گرفت و مسئول بخش نظامی حزب شد. حفیظ الله امین سالها در تشکیلات مخفی حزب، کودتا و توطئه زندگی کرده بود. این فضا از او انسان بی‌رحم و بدگمان مزمن ساخت. در نتیجه خشونت برایش طبیعی شده بود. در دهه 70 میلادی افغانستان کشور آرامی نبود. محمد داوود خان که در سال 1973 میلادی با کودتا سلطنت محمد ظاهر شاه پسر کاکایش را برانداخته و جمهوری اعلام کرده بود، به تدریج قدرت را متمرکز کرد. مخالفان را کنار زد و حتی به حزب دموکراتیک خلق هم فشار آورد. بسیاری از اعضای این حزب زندانی یا تحت تعقیب شدند. همین فشارها باعث شد رهبران حزب به این نتیجه برسند که تنها راه بقا کودتا و تصرف قدرت است. حفیظ الله امین به جذب سربازان و افسران جوان به خصوص پشتونهای روستایی پرداخت و موفقیت زیادی را در این راه به دست آورد و حتی در سال 1355 به اطلاع ترکی رساند که نیروهای وابسته به حزب در ارتش می توانند حکومت داوود خان را سرنگون کنند، ولی حزب در آن زمان مصلحت ندید که این کار صورت بگیرد. اما در بهار سال 1978 میلادی جرقه زده شد. پس از ترور یکی از رهبران مهم حزب، ترس از سرکوب کامل باعث شد تصمیم به اقدام فوری گرفته شود. در 7 ثور 1357 خورشیدی با کمک شوروی افسران همسو با حزب در ارتش دست به کودتا زدند. تانک ها به خیابان های کابل آمدند. پایگاه های نظامی کلیدی فعال شدند. فرودگاه و رادیو تلویزیون به تصرف درآمد و در نهایت ارگ ریاست جمهوری هدف حمله قرار گرفت. محمد داوود خان و اعضای خانواده اش در همان روز کشته شدند. به این ترتیب چیزی که انقلاب ثور نام گرفت در واقع یک کودتای نظامی سریع و خونین بود. پس از کودتا نور محمد ترکی به عنوان رهبر کشور معرفی شد و حفیظ الله امین عملاً نفر دوم حکومت شد، اما در واقع قدرت اجرایی زیادی در دست او بود. از همان ابتدا حکومت جدید اصلاحات گسترده‌ای را آغاز کرد. اصلاحات اراضی، تغییرات فرهنگی، محدود کردن نقش دین در جامعه و بازداشت گسترده مخالفان. این اقدامات بدون درک ساختار سنتی جامعه افغانستان انجام شد و خیلی زود واکنش شدید مردم را برانگیخت. در قریه‌های افغانستان شورش‌ها آغاز شد. ملاها علیه دولت موضع گرفتند و حتی در داخل حزب هم اختلافات شدیدتر شد.
حفیظ الله امین که فرمانده دلیر انقلاب ثور لقب گرفته بود، در کابینه جدید به مقام معاون نخست وزیری رسید و با حفظ سمت وزارت خارجه نیز به او سپرده شد. حفیظ الله امین به تدریج شروع به حذف رقیبان کرد. اعضای جناح پرچم زندانی و یا به خارج تبعید شدند. حتی رابطه‌اش با ترکی رهبر رسمی کشور نیز تیره شد. هر دو به هم بی‌اعتماد بودند و هر کدام تصور می‌کرد دیگری قصد حذفش را دارد. در ماه سنبله سال 1358 خورشیدی این تنش به اوج رسید. امین با یک حرکت حساب شده ترکی را کنار زد. مدتی بعد اعلام شد که ترکی درگذشته است، اما بعدها روشن شد که او به دستور امین کشته شده بود. و سرانجام در 25 سنبله سال 1358 خورشیدی حفیظ الله امین در افغانستان به حاکمیت مطلق دست پیدا کرد. وی پس از کشتن ترکی علاوه بر دبیر کلی حزب دموکراتیک خلق و ریاست شورای انقلابی مقام نخست وزیری را نیز به خودش اختصاص داد و حدود 100 روز یک کتاز میدان بود و در بسیاری از بخش‌های افغانستان به شیوه بسیار خشن حکومت کرد. وی در مقام فرمانروای جدید بار تمام سرکوب‌ها و مظالم گذشته را به دوش ترکی انداخت و با اعلام فهرست 12,000 نفری از اعدام شدگان مدعی شد که همه آنها به دستور ترکی اعدام شده اند. امین برای جلب اعتماد مردم شعار قانونیت، مسئولیت و عدالت سر داد و گفت: خلق زحمتکش ما با خونسا ساختن هر توطئه امپریالیسم و سرکوب نمودن هر تجاوز دشمنان انقلاب و از بین بردن هر عنصر منافی تکامل مطلوب انقلاب. اما باز هم حکومت امین بسیار خشن، پر اضطراب و بی‌ثبات بود. او به شدت به توطئه باور داشت و تصور می‌کرد همه جا دشمن حضور دارد. موج جدیدی از دستگیری‌ها، اعدام‌ها و شکنجه‌ها آغاز شد. حتی اعضای حزب و افسران وفادار هم در امان نبودند. در همین دوره او به نام امین جلاد مشهور شد و این فضای ترس باعث شد مخالفت‌ها نه تنها کاهش پیدا نکند، بلکه مسلحانه تر و گسترده تر شود. در دوران امین اعتراضها تقریباً سراسر کشور شعله‌ور شده بود. قیام 24 هوت که در دوره صدر اعظمی حفیظ الله امین صورت گرفت، از خونین ترین سرکوب‌هایی بود که بر اساس منابع به دستور او صورت گرفته بود و همچنین در کنر، بدخشان، غزنی، ننگرهار و لوگر نیز قیام‌ها و اعتراضات مسلحانه و غیر مسلحانه صورت می‌گرفت. اما واکنش امین به جز بمباران شهرها، اعدام‌های جمعی، استفاده از اردو علیه مردم دیگر چیزی نبود. همین کارها نفرت عمومی را چند برابر کرد و رابطه دولت ملت را کاملا قطع کرد. در همین زمان رابطه امین با اتحاد شوروی به شدت تیره شد. شوروی که حامی اصلی حکومت کمونیستی در افغانستان بود، به امین اعتماد نداشت. رهبران مسکو او را غیر قابل پیش بینی، خشن و خطرناک می‌دانستند. از طرف دیگر امین تلاش می‌کرد نشان دهد مستقل است و حتی نشانه‌هایی از تمایل به بهبود روابط با غرب از خود نشان داد، چیزی که برای شوروی غیر قابل قبول بود. در مسکو این جمع‌بندی شکل گرفت که اگر امین در قدرت بماند، کل پروژه شوروی در افغانستان فرو می‌پاشد. بنابراین تصمیمی تاریخی گرفته شد: حذف امین و مداخله مستقیم نظامی. شوروی‌ها ابتدا نخواستند مستقیم حمله کنند. تلاش کردند امین را قانع به کنارگیری کنند. حتی طرح کودتای درون حزبی ریختند. اما امین زرنگ بود. اطرافیانش را پاکسازی کرد و محافظان قصر تاجیبیک را شدیداً افزایش داد. باری دیگر در 27 قوس 1358 خورشیدی آشپز قصر که با شوروی همکاری داشت غذای امین را مسموم کرد، اما امین زنده ماند. همین باعث شد مسکو بفهمد راهی جز حذف نظامی وجود ندارد. در شب 27 دسامبر سال 1979 میلادی نیروهای ویژه شوروی عملیاتی را آغاز کردند که بعدها به طوفان 333 معروف شد. نیروها به قصر تاجبیک محل اقامت امین حمله کردند. درگیری شدید بود اما کوتاه. حفیظ الله امین کشته شد و حکومتش در همان شب پایان یافت. همزمان 10,000 نیروی شوروی وارد افغانستان شدند. رادیو کابل اعلام کرد حفیظ الله امین به عنوان خائن محاکمه و اعدام شد. آنجا بود که ببرک کارمل از مسکو به کابل آورده شد.
و اشغال 10 ساله شوروی آغاز گردید. با سقوط امین شاید 1 نفر از قدرت کنار رفت، اما کشور وارد مرحله بسیار تاریکتر شد. جنگ 10 ساله شوروی آغاز شد، میلیون ها افغان آواره شدند، صدها هزار نفر جان باختند و افغانستان به میدان یکی از خونین ترین درگیری های جنگ سرد تبدیل شد. گروه های مجاهدین شکل گرفتند، دخالت های خارجی افزایش یافت و چرخه خشونت سالها ادامه پیدا کرد. Will you comment on the Western press report that the recent coup was inspired by the Soviet Union? I am very sorry that you call it coup. It was not a coup. It was a revolution. It was started by the will of the people. It started under the leadership of the party, People's Democratic Party. It started on daytime. It was planned, organized, and started face to face with the government.